دماش دوسانوف و کایرت شریفبایف دو داماد پرزیدنت سابق قزاقستان نورسلطان نظربایف را در یک روز از روبری دو شرکت بزرگ سوای نفت و گاز این کشور برکنار کردند. در این باره روز 15 ینور سامانه رسمی فوند دولتی سامورق کازینا که امور سهمیه‌های دولت در کارخانه‌های مهم ملی را در دست دارد خبر داد. بر اساس قرار شورای مدیران جمعیت سهامی شرکت ملی قزاقگاز از 14 ینور سال 2022 صلاحیت شریفبایف در مقام ریاست شرکت ملی قزاقگاز بر اساس عریضه دادش پیش از مهلت قطع کرده شدند. بر اساس قرار شورای مدیران جمعیت سهامی قزاق ترانس اویل از 14 ینور سال 2022 صلاحیت دسانوف در مقام مدیر کل جمعیت سهامی قزاق ترانس اویل بر اساس عریضه دادش پیش از مهلت قطع کرده شدند. خبر داده سامانه سامورق کازینا با زبان خشک پروتکلی هرچند درباره ازدواج‌های آنها رسما در یگان جا اطلاع نشر نشده است، ولی دماش دسانوف را شوهر دختر خردی نظربایف علیا و کایرت شریفبایف را شوهر دختر کلانی او دوریغان نام میبرند. دسانوف و شریفبایف همسران دوم علیا و دوریغاند. علیا اول با پسر پرزیدنت سابق قرقیزستان اسکر اوقایف ازدواج کرده بود، ولی نکاح آنها دیر نپایید. شوهر یکم دوریغا راحت علیف یک نفر در زمانش خیلی پرنفوذ در قزاقستان بود که بعد گریختن گپش با پدر عروسش ترک کشور کرد و چند سال پیش در زندان وین خود را به دار آویخت. باز یک داماد نظربایف شوهر رسمی دختر دومش دینوآ تیمور قلیبایف است که در گذشته روبری امور چند کارخانه بزرگ این کشور از جمله شرکت‌های روی آهن و سامورق انرگو را در دست داشت. به حساب مجله فورس قلیبایف 3.1 میلیارد دلار و همسرش دینورا نظربایف نیز بیش از 3 میلیارد دلار دارایی دارند و این عائله حالا از ثروتمندترین خانواده در قزاقستان به شمار می رود. خبری برکناری دو داماد پرزیدنت سابق قزاقستان در حالی است که درباره سرنوشت خود نورسلطان نظربایف معلومات دقیق دسترس نیست. هرچند سخنگویش اصرار می‌ورزد که نظربایف 81 ساله در قرارگاهش در شهر نورسلطان است، ولی او بعد 28 دکبر و آن هم به دلیل حضورش در نشست سران اسنگ در پترزبورگ دیگر در مسار عام شخصا ظاهر نشده است و این هم در حالی که بسیاری ها اعتراضهای اول ماه ینور در قزاقستان را آغاز پایان دوران نظربایف می شمارند. در روزهای اعتراضها مردم هیکل نظربایف را در شهر تلد قرغان چپه کردند و پرزیدنت کنونی قاسم جمعت توقایف یکی از یاران نزدیک نظربایف را از مقام رئیس کمیته امنیت ملی برکنار کرده همراه معاونانش با اتهام خیانت به دولت و کوشش غصب حکومت به حبس کشید. توقایف حالا در سخنرانیش کوشش میکند نام رسمی پایتخت را که به شرف نظربایف با تشبث خود توقایف نورسلطان نامش کرده بودند به زبان نآورد و به جای آن تنها با واژه پایتخت یا عباره پایتخت کشور اکتفا میکند. به بالای این توقایف روز 11 ینور نظربایف را گناهکار کرد که در دوران او فقط یک گروه ثروتمند شدند. خبرگزاری فرغانه چند پیش خبر داد که پاسبانی اطراف قرارگاه نظربایف را در پایتخت قزاقستان از اولهای ماه ینور قطع کردند.